داوران جشنواره عکس اسلوونی جایزه طلا رو در بخش طبیعت به لقمان رحیمی عکاس کرد ایرانی اهدا کردند. با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی کردستان دست کم پس از انقلاب 1357 هنرمندان زیادی این منطقه رو مبنای خلق آثار هنریشون کردند. همکارم شپول عباسی در گزارشش نگاهی داره به کردستان و تأثیر هنر عکس بر زندگی مردمان این سرزمین. چکاندن شاتر دوربین و ثبت لحظاتی که بازگوی احساسات هنرمند عکاس است. جشنواره عکس اسلوونی با حضور هنرمندانی از 40 کشور در 4 بخش ورزش، آزاد، سفر و طبیعت برگزار شد. این بار جایزه طلای جشنواره بین‌المللی عکس اسلوونی به احساس عکاسی تعلق گرفت که دغدغه‌اش طبیعت و محیط پیرامونش بود. اینجا دشت سوخته حمامیان بوکان، تنها زیستگاه سنگین‌ترین پرنده پروازی جهان، میشمر که به زبان کردی چرگ نام دارد. کردستانی که سوژه عکس‌های لقمان رحیمی شده است، پیشتر به گونه دیگری تصویر می‌شد. عکاسان زمانی با عکس‌هایشان این گونه فریاد برمی‌آوردند و ناملایمات و ناهنجاری‌های سیاسی را سوژه لنز دوربینشان کرده و به جهان ارائه می‌کردند. هویت شکارچی این سوژه ها نزدیک به 3 دهه نامعلوم ماند، در حالی که برنده جایزه پولیتزر معتبرترین جایزه روزنامه‌نگاری آمریکا شده بود. ما وقتی از کردستان حرف میزنیم از خیلی از ممنوعیت‌ها حرف میزنیم. اگه توجه بکنیم در طول 2-3 دهه اخیر خیلی از مستندسازا و عکاسا از کردستان اومدن بیرون. این علتش این هستش که تمام اون در واقع سرکوب، خشونت در زندگی که وجود داشته، زمستان‌های سرد، طبیعت خیلی خشن و کوه‌های سر به فلک کشیده باعث شده که همه این تصاویر رو سعی بکنن به یه جوری نشون بدن به بقیه افرادی که اونجا شانس زندگی نداشتن. خب اوج این مسئله رو در تصویری که آقای رزمی شانس این رو داشته که عکاسی بکنه و خب یک تصویر وحشتناکی هست ما می‌بینیم. اصولاً وقتی مبارزه در یک جایی هست شما دوست دارین اون تصاویری رو ثبت بکنین که همیشه موندگار باشه. خب به مرور وقتی از در واقع البته این اتفاق از نیم قرن پیش به وجود اومده، در واقع مبارزات کردها رو اگه بخوایم در نظر بگیریم، ولی ثبت این آثار همیشه دغدغه عکاسا بوده. نه تنها عکاسان ایرانی، عکاسان غیر ایرانی هم این کارها رو کردن. اما با گذر زمان گویی دغدغه هنرمندان عکاس کرد رنگ دیگری به خود گرفته است. عکاسان لنز دوربینشان را از روی سوژه‌های سیاسی به سمت طبیعت و اجتماع چرخاندند. شاید بخش خیلی مهم تاریخ عکاسی در کردستان رو ما بتونیم بعد از انتشار کتاب استاد نصرالله کسرویان از کردستان در نظر داشته باشیم که تمام اون وقایع رو پشت سر گذاشتیم و الان دیگه رسیدیم به زندگی کردها و طبیعت زیبای در کردستان و امتداد همین کارهای آقای کسرویان و در همین کار آقای رحیمی هم میشه شاهد بود. در واقع نشان دادن زیبایی های کردستان، طبیعت بکری که چون من خودم شاهد بودم میدونم چقدر زیباست، 4 فصلش هم زیبا هستش. اینها همگی نشان از پتانسیل کردستان داره که بشه در واقع اینها رو به نوعی ثبتش کرد و به تصویر کشید و به بیننده معرفی کرد. لقمان رحیمی که با این عکس برنده مدال طلای جشنواره بین آسمان و زمین شده، چندین شبانه روز زیر زمین ماند و استتار کرد تا به عهدی که با خود کرده بود عمل کند. من زمانی عکاسی رو شروع کردم و با خودم عهد بستم هر آنچه که در حریم زندگی من، در حریم جغرافیایی زندگی من اتفاق می‌افتد به سادگی از کنارش نگذارم. لقمان علاوه بر طبیعت به جنبه‌های دیگری از عکاسی در کردستان می‌پردازد که به باور وی آیندگان از آن سود خواهند برد. پورتره رو من 6 سال شروع کردم و این هم جزو نیازهایی بود که در جامعه کردستان تا به امروز هیچ عکاسی روش کار نکرده و من لازم دونستم که این مجموعه رو به اصطلاح شروع کنم و آرشیوی از شخصیت‌های نام‌آور کرد که تا به امروز در قید حیات هستن روشون کار کنم و بتونم
ازشون عکاسی کنم. در کنار پورتره مردم شناسی هم مشغول هستم، از فرهنگ ها، آداب و رسوم، بافت‌های معماری و هر آنچه که به اصطلاح لازم باشه ازش عکاسی کنم و گویای فرهنگ و تمدن کرد باشه. با تمام این گفته ها، اگرچه ذات فلسفی بسیاری از آثار هنرمندان پیشین و معاصر کرد بازگویی روند ناآرام زندگی مردمانشان در گذرای تاریخ بوده، گویی نسل جدید هنرمندان با نیم نگاهی به تجربه پیشین راه دیگری در پیش گرفتند. شپویل عباسی، صدای آمریکا.